سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 14 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 17 ساعت بازپرسی شده است ولی در بازداشت نیست. با صابر ولیف چه گذشت؟ مرگ فاجعه‌ای پسر یگانه شاعران شناخته آذرخش و فرزانه. کوشش فرار 3 شهروند ازبکستان از بازداشتگاه اندونزیا. عفو بین المللی از پرزیدنت امامعلی رحمان آزادی عبدالله شمس‌الدین را خواست. مرگ کودک 3 ساله در زیر چرخ زیل و اوباشی و قلابی. و اکنون تفصیلات خبرها. خبر بازداشت صابر ولیف، یک فعال سابق مخالفین را که 3 سال پیش به تاجیکستان برگشته و عفو شد رد میکنند، ولی میگویند که او در دایره یک پرونده اقتصادی از جانب مفتشان دادستانی کل بازپرسی شده است و گفته منابع بامداد صابر ولیف را بر اساس شکایت نفری که گویا با او تجارت‌های داشته است بازجویی کردند ولی بازداشت نشده است، فقط به بازپرسی دعوت کردند. اصلاح یک پایگاه خبری نزدیک به مخالفین تاجیک روز 13 اپریل سال 2023 با تکیه به منابع خود خبر داد که صابر ولیف، یکی از رهبران سابق گروه 24 که با خواهش خود داوطلبانه از خارج به وطن بازگشته بود، چند روز پیش دستگیر شده است. بنابر یک سندی که به دست ما رسید، عملیات تحقیق و تفتیش علیه 8 نفر 30 آگوست سال 2022 با امضای جمشید میرزا خانزاده شروع شده است. گنرال جمشید میرزا خانزاده یا سنگوف در دادستانی کل سردار ریاست ناظرات اجرای قانونها در مقامات نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا است. دادستانی کل تاجیکستان این خبر را تا کنون شرح نداده است. پیامگیر خود صابر ولیف در شبکه فیسبوک هرچند روشن است ولی او تا کنون با پرسش‌های خبرنگاران از جمله با بامداد در مورد حقیقت و دروغ خبر بازداشتش یگان پاسخ یا شرح نداده است. در همین حال اسدالله ولیف، ژورنالیست و تاجر، پدر صابر ولیف، روز 14 اپریل سال 2023 در صحبت با رادیوی آزادی بازداشت پسرش را رد ولی بازجویی شدنش در اولهای ماه مارت را تصدیق کرده است. اسدالله ولیف گفته است پسرش را در رابطه به ماده 307 و یک پرونده اقتصادی یگان 16-17 ساعت بازپرسی کردند ولی بازداشت نشده است. از جمله در دایره ماده 307 پرسیدند، سپس وابسته به چندین مسئله اقتصادی سوال داده رها کردند. حالا در آزادی است. پدرش درباره محتوای بازپرسی‌های صابر ولیف و مشخصا به چه گمانبر شدنش تفصیلاتی نداده است و تنها گفته است که از زمان بازگشت به تاجیکستان به تجارت مشغول است و آزادانه به خارج رفته و دارد. صابر ولیف پسر اسدالله ولیف، اساسگزار خبرگزاری بعداً برمخورده میزان و نامزد سابق به وکیل پارلمان در انتخابات سال 2000 می باشد. صابر ولیف در دوره زنده بودن عمرعلی قوتوف به گروه 24 پیوست و تا به مقام معاون رئیس این حرکت اپوزیسیونی رسید. سال 2015 با درخواست مقامات تاجیکستان در مالدو دستگیر شد و قریب 2 ماه را در حبس به سر برد. سال 2016 در پی یک اختلاف داخلی از مقام رهبری در گروه 24 کنار زده شد و به یک حرکت اپوزیسیونی تحت رهبری داداجان عطاولایف پیوست، ولی بعدا از حالتهای اپوزیسیونی دلسرد شده از این همه کنار رفت و سال 2020 به تاجیکستان برگشت و در چارچوب عفوی که حکومت به مخالفینش پیشنهاد کرده بود عفو شد. گفته میشد که صابر ولیف در مکتب رقم 53 در مرکز دوشنبه یک مدت با رستم امامعلی و شاروخ سعیدزاده در یک صنف تحصیل کرده است و بازگشت و عفو او با مساعدت همصنفان سابقش صورت گرفته است. اصلاح در گزارشش مورد تعقیب قرار گرفتن صابر ولیف را به اختلاف در داخل دایره های حاکم در تاجیکستان ربط داده سنگ از جانب دادستانی کل به پلیس رستم امامعلی و شاروخ سعیدزاده نامیده است. تا کجا واقعیت داشتن این فرضیه هنوز تحقیق می‌طلبد، ولی پدر صابر ولیف، اسدالله ولیف، نیز در صحبت با آزادی از آن گله کرده است که دایره‌های در حکومت نمی‌خواهند یکدیگر فهمی باشد. در دایره عفو به مخالفین پیشنهاد کرده حکومت 10 نفر از جمله برخی از شخصیت‌های درگذشته انگشت شمار اپوزیسیا به تاجیکستان برگشتند. آنهایی که برگشتند میگویند در کنار خویش و تبارشان آسوده و آزاد به سر میبرند، ولی ناظران امور
مقام آنها را بیشتر به بندی آزاد تشبیه میکنند و میگویند که حرکت‌های آنها محدود و زیر نظارت قرار داشته مقامات از این افشردگان برای حمله‌های اطلاعاتی به ضد مخالفین و همین طور برای بیانات دادن به ضد همسفران سابق از یگان کشور استبداد شده اشان همچنان فراوان استفاده میبرند. همایون کریموف فرزند خردی پسر یگانه شاعران خلقی تاجیکستان آذرخش و فرزانه روز 13 اپریل سال 2023 در شهر خوجند در سیردریا غرق شده است. او همگی 21 سال داشت و در شعبه شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند تحصیل میکرد. جزئیات علاقت فرزند شاعران شناخته تاجیک هنوز معلوم نیست، ولی صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی به آذرخش و فرزانه برای این مصیبتی که به سرشان آمد اظهار تسلیت کرده برایشان از درگاه خداوند صبر جمیل خواستند. آذرخش یا طالب کریموف شاعر و ترانه‌سرای معروف بوده، آوازخوانی هم میکند. همسر او فرزانه عنایت حاجی‌یوه یکی از مطرح‌ترین شاعران معاصر تاجیک شناخته شده است. هر دو با عنوان بلند شاعران خلقی تاجیکستان مشرف شدند. همایون فرزند خردی و پسر یگانه این جفت معروف در دانشگاه تحصیل میکرد و گاه آوازخوانی هم میکرد. چند ثبت هنرنمای او با پدرش آذرخش و عمک بچه‌اش فرامند کریموف که نیز از آوازخوان‌های شناخته تاجیک به شمار میرود در اینترنت نشر شده است. سازمان بین المللی حامی حقوق انسان عفو بین المللی در یک نامه از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان آزادی بلافاصله عبدالله شمس‌الدین فرزند یکی از رهبران و اساسگزاران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید را تقاضا کرده است. عبدالله شمس‌الدین ماه ینور سال 2023 از آلمان به تاجیکستان اخراج شد و دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 29 مارس او را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان تا کنون خبر استرداد و حکم زندان عبدالله شمس‌الدین را رسما تصدیق نکردند. در عفو بین المللی بر اینند که عبدالله شمس‌الدین به دلیل خویش و تباری نزدیک به رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودنش مورد تعقیب قرار گرفته است. عبدالله شمس‌الدین که 33 سال داشته از سال 2009 در آلمان به سر میبرد، نه فقط پسر یکی از اساسگزاران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین سعید است، بلکه داماد رهبر این حزب محیدین کبیری نیز است. سمیه پیروه همسر عبدالله شمس‌الدین فرزند اپی کبیری است. مؤلفان نامه از پرزیدنت تاجیکستان خواستند که جهت معلوم کردن مکان بود و باش عبدالله شمس‌الدین چاره بیاندیشند و همچنین تمام کار ممکن را انجام دهند تا که او را در بازداشت بدون یک تماس با بیرون نگاه ندارند، شکنجه ندهند و نسبتش بدرفتاری نکنند. اگر عبدالله شمس‌الدین در یگان جنایت گمانبر نباشد، او را باید بلافاصله آزاد کنند و در صورت اعلان عیبنامه به ضدش باید محکمه دادگاهی او طبق معیارهای بین المللی به صورت منصفانه و با تامین حق دسترسی به ادوکات صورت بگیرد. تاکید شده است در نامه حامیان حقوق بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 29 مارس سال 2023 عبدالله شمس‌الدین را بر اساس دو بند ماده 307 به عضویت در سازمان ممنوع و لایق گذاشتن در زیر مطلب‌های ضد دولتی گناهکار دانسته به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالله شمس‌الدین 18 ینور سال جاری از آلمان به تاجیکستان اخراج کرده شد و از آن زمان در حبس قرار داشت. مرافعه پرونده او در دادگاه نویه سامانی همگی 2 روز دوام کرد. به خواهران عبدالله شمس‌الدین که در تاجیکستان زندگی دارند اجازه دادند که در مرافعه پرونده او اشتراک کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در نتیجه کوشش فرار 3 شهروند ازبکستان از بازداشتگاه اداره مهاجران منطقه جاکارتا شمالی در پایتخت اندونزیا، یک کارمند اداره مهاجران و یکی از محبوسان فراری به هلاکت رسیده، 3 نفر دیگر جراحت برداشتند. در این باره رسانه‌های اندونزیا از جمله جاکارتا گلوب با تکیه به پلیس ضد ترور این کشور واقع در آسیای جنوبی خبر دادند. چند دقیقه پیش پلیس جاکارتا 4 شهروند ازبکستان را با اتهام عضویت و تبلیغ عقیده‌های سازمان تروریستی کتیبه توحید و الجهاد که در سوریه عمل میکند و اساساً جنگجویان ازبکستانی را متحد میکرد دستگیر کرد. گفته میشود که
3 نفر آنها عضو این سازمان تروریستی در بسیار کشورهای ممنوع بوده، نفر چهارم آنها را با پول و اسناد قلبکی تامین میکرد. نشریه اندونزی رپوبلیکا اسم این 4 زاده ازبکستان را هم نشر کرده بود. بهزاد انوربک اغلی بیتویف، عالمجان مختار اغلی محمودوف، مراجان ابراهیم جان اغلی رحیموف و بهرامجان قابلجانویچ عزیزوف. نماینده واحد ضد تروریستی رقم 88 ازوین سریگار در نشست خبری گفت که 3 نفر آنها فرار کردند، ولی چهارمش باباجان قابلجانویچ عزیزوف در بازداشتگاه ماند و یا گریختن نخواست. فرار ساعت 4 صبح 2 اپریل سال 2023 وقتی صورت گرفته است که کارمندان و پاسبان‌های بازداشتگاه اداره مهاجران برای ماه شریف رمضان غذا تیار می‌کردند. زادگان ازبکستان با کارت‌ها مسلح شده یک کارمند اداره مهاجران را کشتند و یک همکار او و 2 پاسبان بازداشتگاه را زخمی کرده گریختند. تعقیب آنها یک شبانه روز طول کشید. یک محبوس فراری را در باغ یک خانه بلندقبته استقامتی دستگیر کردند و یکی دیگر را در داخل یک لوله در ساحل دریای سنتر. از وین سریگاری گفت فرار سیومی را از دریا مرده پیدا کردند. او خود را به دریا پرتافت و غرق شد. جسد او را برای تشخیص به بیمارستان انتقال دادند. هنگام بازپرسی فراری های دستگیر شده اعتراف کردند که بعد به بازداشتگاه با دیدن آنها آمدن کارمندان کنسولخانه ازبکستان در جاکارتا قصد فرار کردند. آنها از ترس مجازات سنگین در وطنشان نمیخواستند که به ازبکستان استرداد شوند. شرح داده است نماینده واحد ضد تروریستی رقم 88 اسوین سریگار در نشست خبری. حالا هر 3 محبوس زندانی ازبکستانی را به دلیل شروع تفتیش قتل کارمندان اداره مهاجران به بازداشتگاه پلیس جاکارتا انتقال دادند. کارمندان باجخانه و گمرک فرودگاه شهر ایرکوتسک روسیه از باگاژ مسافری که از شهر خوجند تاجیکستان می آمد 6 کرد دستساخت غلافدار پیدا کردند. تشخیص 4 کرد را سلاح سر دانسته است. صاحب کردها شهروند ازبکستان برای آنها یگان سند نداشت و به بالای این در باجخانه برای کردهایش اعلامیه هم پر نکرده است. خدمات مطبوعات باجخانه ایرکوتسک خبر داد که شهروند ازبکستان که از شهر خوجند تاجیکستان وارد شهر ایرکوتسک روسیه شد اعلامیه پر نکرده میخواست با روی سبز گذرد، ولی کارمندان باجخانه او را من و باگاژش را تفتیش کردند. بعد یافت شدن 6 کرد از جامدانش این شهروند ازبکستان بیان داده است که این کردها را در ازبکستان استوهای مویر دستی ساختند و او این کردها را برای توفه کردن با خود به روسیه آورده است. سردار شعبه تفتیشات ماموری باجخانه ایرکوتسک تاتیانا واسیوتینا در شرح این قضیه گفت تشخیص باجخانه نشان داد که همه کردهای گرفته شده دستساخت بوده. 4 کردش به گروه کردهای شکاری خنجر یا کنجل شامل می شوند و سلاح سرد محسوب می شوند. وارد کردن چنین محصولات توسط مرز روسیه و اتحاد اقتصادی اوراسیا اجازتنامه و اعلامیه حتمی گمرکی را طلب می کند. نسبت به شهروند ازبکستان با اتهام در باجخانه اعلام نکردن سلاح سرد و رعایت نکردن محدودیت ها 2 پرونده مأموری گشودند. صاحب کارتها را برای قانون شکنی جریمه بسته کارتهایش را مصادره کردند. 12 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 15:20 راننده اتومبیل تمغه زیل 133 نوروف رحیم بای سال تولدش 1967 ساکن نویه دیوشتیج هنگام حرکت در روی ماشینگرد دیهه چوینچی نویه مذکور به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته پیادهگرد خرسال کریمزاده محمد سال تولدش 2020 ساکن امین نویه را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد خرسال کریمزاده جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. پرونده جنایتی با ماده 237 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت جوان 19 ساله ساکن نویه ظفرآباد آغاز کرده شد. نامبرده 8 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 12:00 در کوچه شهرک گلستان نویه مذکور قرار داشته با نابالغ 16 ساله ساکن همین نویه از سبب مناقشه به میان آمده جنجال نموده. نسبتش سخنهای قبیح گفته با کارچه معده یا اسباب ناخونگیری در پای چپش 1 مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده
ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааст. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Сино аризаи марди 35-солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст ки 18 декабри соли 2022 дар кӯчаи Нусратулло махсуми шаҳри Душанбе Раҷабалӣ номшахс бо роҳи фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ 130 000 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки дар муддати 3 рӯз маблағашро бармегардонад, аммо то ҳол барнагардондааст. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи аз ҷониби кормандони милитсия марди 34-солаи сокини пойтахт ҳамчун гумонбар дар содир намудани кирдори қаллобӣ дастгир карда шуд. Инчунин парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ҷавони 25-солаи сокини шаҳри Истарафшан оғоз карда шуд. ном бурда 25 марти соли 2023 бо роҳи фиреб ба боварии зани 38-солаи сокини шаҳри мазкур даромада бо баҳонаи гирифта додани билети ҳарбӣ ба писараш ба маблағи 45 000 сомониро гирифта то ҳол барнагардонидааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо тафтишот идома дорад. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.